محترم گنرال ها و افسران، پراپورشک‌ها و سربازان گواردیای ملی، چهاربینی با تنتنه امروزه به افتخار 30 سالگی تأسیس یابی گواردیای ملی در عرفه جشن بزرگ و مقدس ملی 34 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان برگزار می‌گردد. بنابراین کل خدمتگزاران حربی همچنین سابقه‌داران گواردیای ملی را به مناسبت جشن بزرگ استقلال دولتی و روز تأسیس یابی گواردیای ملی یعنی سنه‌های واقعاً تاریخی صمیمانه تبریک میگویم. به همه شما سلامتی و در اجرای مسئولیت پرشرف کسبی یعنی حمایه امنیت و آرامی جامعه، حفظ دستاوردهای استقلال و منفعت‌های دولت و ملت موفقیت و برای کار آرزو می‌نمایم.